سلام خدمت تمام دوستان نهایت گرامی، امیدوار هستم همگی خوب و صحتمند باشید. باز هم شما را در یکی از ویدیوهای درسی از ریاضی صنف هفتم خوش آمدید میگویم. امیدوار هستم مورد توجهتان قرار گیرد. در این ویدیو ست کلی و مکمله یک ست را به معرفی میگیریم. ست کلی چیست؟ ستی که تمام عناصر مورد بحث را در بر گیرد به نام ست کلی یاد می شود. و یا وقتی ما میگوییم تمام اعداد تام یک ست کلی رو بر از ما نشان میده. و یا زمانی که ما در هندسه کار میکنیم تمام نقاط تشکیل دهنده یک خط عبارت از یک ست کلی است. و یا وقتی ما روی حروف الفبای یک زبان حرف میزنیم تمام حروف الفبای یک زبان به نام یک ست کلی یاد می شود. و یا به صورت ساده تر ستی که روی آن کار میکنیم به نام ست کلی یاد می شود. فرضاً ست کلی، ما یک ست کلی در نظر میگیریم. ست کلی رو به حرف یوی کلان نشان میدن. یو از کلمه یونیورس که معنی گیتی یا جهان را میرساند گرفته شده است. از کلمه یونیورس که معنی گیتی یا جهان را میرساند گرفته شده است. شما ببینید ما یک ستی از اعداد را در نظر میگیریم تحت نام ست کلی، یعنی به حرف یو نشان دادیم. اعداد از 1 الی 15 در نظر میگیریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. یک ست فرعی از ست کلی انتخاب میکنیم. یک ست فرعی. این ست فرعی رو به حرف ا نشان میدیم. مثلا ما یک ست فرعی از داخل از ست کلی انتخاب میکنیم. مثلا 3 5 7 9 و 10. این یک ست فرعی از ست کلی است. ما میخوایم مکمله از ست نشان بدیم. مکمله از ست چی است؟ مکمله ست ا. مکمله ست ا را به ا زبر و یا در بالای سر ا یک خط میگیریم. مکمله ست ا چیست؟ مکمله ست ا عبارت از ست است که عناصرش در ست کلی موجود باشه اما در ست ا موجود نباشه. شما ببینید در ا موجود نباشه. در ا 3 و 5 و 7 و 9 و 10 است. دیگه عناصرش در ست کلی است. 1 و 2 4 و 6 و 8 و 11 12 13 14 و 15. اینی ست به نام مکمله ست ا یاد میشه. مکمله را به این شکل هم تعبیر میتونیم. مکمله یعنی تکمیل کننده به این معنی که اینمی سیده وقتی که ما با ست ا اتحاد بیتیم اتحادش دوباره نظر به ست کلی تکمیل میشه. شما ببینید ست ا اتحادش با ست مکملش با ست مکمل ا این مساوی میشه با ست کلی یو. و یا به این شکل ما میتونیم نشان بدیم. از ست کلی تفاضل ست کلی و ست ا را شما پیدا کنین یا از ست کلی عناصر ست ا را کم کنین. کم همو تفریق یا تفاضلش. ما از ست ا وقتی که از ست کلی ست ا را کم میکنیم حاصل یا نتیجهش امو ست چی رو بر از ما نشان میده؟ ست مکمل ا را که انا با ا بالای سر ا یک خط میگیریم به این شکل نشان میدیم. و در این قسمت همین موضوعات را ما میخواهیم توسط یکی از شاگردان صنف در یک دیاگرام نشان بدیم. اینی مستطیل خودش یک ست کلی است که در داخلش تمام عناصر از 1 الی 15 را کلش نوشته شده. اینجا یک ست ا داریم. اینو ما در اینجا گفتیم از ست کلی شما ست ا را کم کنین. از ست کلی وقتی که ما ست ا را کم میکنیم تفاضلش یا حاصل تفریقش بر از ما همون ست مکمل ا را میده. شما ببینید ما همین ست ا را کم کنیم. این ست ا را ما از اینجا تفریق کنیم یا کم کنیم. اینو چی مانده ای دیاگرام؟ شما ببینید کدام عناصر مانده؟ 1 و 2 4 و 6 و 14 و 15 و 8 و 11 و 12 و 13 که و عبارت از ست مکمل ا است. اینو اینی ست به نام ست مکمل ا یاد میشه.
امیدوار هستم تا این قسمتی از ویدیو مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم. خدا نگهدار.